پرسش حق شماست. درود بر شما بینندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. خوش اومدین به قسمتی تازه از پرسش حق شماست. پرسش این قسمت اینه: منظور از پسران خدا در پیدایش فصل 6 چه کسانیه؟ پس از وقفه ای به این پرسش پاسخ میدیم. در ارتباط با موضوع پسران خدا که در فصل 6 از کتاب پیدایش اومده، نظریه‌های متفاوتی هست. برای درک این موضوع ابتدا باید پیدایش 6 رو مطالعه کنیم و سپس میپردازیم به نظریه‌ها تا ببینیم عبارت پسران خدا یعنی چی. 3 نظریه وجود داره و میبینیم از دیدگاه کتاب مقدس کدوم یکی قابل اعتماده. در پیدایش 6 اینطور میخونیم: وقتی تعداد آدمیان بر روی زمین زیاد شد و دختران برای ایشان زاده شدند، پسران خدا دیدند که دختران آدمیان زیبا هستند، پس هر کدام را که دوست داشتند به همسری خود گرفتند. آنگاه خداوند فرمود: روح من برای همیشه در انسان باقی نخواهد ماند، زیرا انسان فانی است، از این به بعد طول عمر او 120 سال خواهد بود. در آن روزها و بعد از آن مردان قوی هیکلی از نسل پسران خدا و دختران آدمیان به وجود آمدند که دلاوران بزرگ و مشهوری در زمان قدیم شدند. در واقع نظریه‌های متفاوتی درباره این آیات و عبارت پسر خدا وجود داره، به ویژه در مورد پیوند پسران خدا و دختران آدمیان که میخونیم نسلی از مردان قوی هیکل در نتیجه این پیوند به وجود اومدن. پس در این باره 3 نظریه گوناگون وجود داره. نظریه اول میگه منظور از پسران خدا اشراف زاده هاست، مثلا پسران داوران و فرماندهان یا مسئولین و پادشاهان. و نظریه دوم میگه عبارت پسران خدا یعنی پسران شیس یا پسران ایمانداران. و نظریه سوم میگه پسران خدا فرشتگانن، چون بارها کتاب مقدس فرشتگان رو پسران خدا نامیده. کسانی که نظریه اول رو قبول دارن و میگن عبارت پسران خدا به معنای پسران اشرافزاده، پسران داوران یا شاهزادگانه، دلیلشون واژه الوهیمه که در عبارت پسران خدا به کار رفته و این افراد میگن این واژه میتونه داوران هم معنی بده. ولی میدونیم که الوهیم یکی از نامهای خداست. اما بعضی جاها با توجه به متن میتونه داوران یا رهبران هم معنی بده، مثل مزمور 82 که منظور از الوهیم داورانه. پس کسانی که نظریه اول رو پذیرفتن به این دلیله که الوهیم داوران هم معنی میده. پسران الوهیم یا داوران با دختران آدمیان ازدواج کردن. این نظریه میگه پسران داوران خلاف میل دختران آدمیان با اونها ازدواج کردن و به نوعی اونها رو غصب کردن. در رد این نظریه گفته میشه اگر پسران اشراف یا پسران شاهزادگان و داوران با دختران آدمیان ازدواج کردن، پس چرا میخونیم نسل اونها قوی هیکل شدن؟ پیوند بین پسران داوران و دختران آدمیان یک ازدواج عادیه و تنها تفاوت اونها طبقه اجتماعیه. حاصل ازدواج این دو قشر جامعه نسلی قوی هیکل نمیشه. اما نظریه دوم بر این باوره که این یک پیوند روحانیه. ازدواج یک طبقه با ایمانی مشخص با طبقه‌ای که ایمانش متفاوته. این نظریه میگه پسران خدا همون نسل شیسن و چون ایماندار بود نام نسلش پسران خداست و دختران آدمیان نسل قائنن، 2 نسل با ایمانی متفاوت. سوال مهم اینه چه کسی میتونه با اطمینان 100% بگه تمامی نسل شیس ایماندارانی خالص بودن؟ در کجا نوشته شده تمام نسل شیس 100% ایماندار بودن؟ سوال دیگه این که طبق گفته چه کسی وقتی یک ایماندار با بی ایمان ازدواج میکنه نسل اونها شکلی عجیب خواهند داشت. در اینجا عبارت قوی هیکل یا غول پیکر بیانگر ساختار فیزیکی و جسمانیه. در ترجمه اصلی و عبری واژه نفیلیمه به معنای مردمانی با قامت بسیار بلند و بدنهایی غول پیکر.
یعنی کسانی که از انسانهای معمولی بسیار بزرگتر و قویتر بودند. آیا حاصل ازدواج یک ایماندار با بی ایمان، یعنی پسران خدا و دختران آدمیان، فرزندان و نسلی غول‌پیکر میشه؟ میتونن تفاوت‌های روحانی و اخلاقی داشته باشن، اما نه جسمانی. نظریه سوم میگه پسران خدا فرشتگانن. به این دلیل که عبارت پسران خدا بارها در کتاب مقدس برای فرشتگان به کار رفته. در کتاب ایوب فصل اول پسران خدا یا فرشتگان در پیشگاه خدا بودند و شیطان از میان اونها به حضور خدا رفت. پسران خدا فرشتگانن. یا ایوب 38 که پسران خدا یا فرشتگان برای آفرینش شادمانی می‌کردند. این عبارت بارها برای فرشتگان به کار رفته و دلیلش اینه که خدا فرشتگان رو مستقیما آفریده. یعنی خدا فرشتگان رو طوری نیافرید که با هم تولید مثل کنن و تمامی تعداد بیشمار فرشتگان همزمان آفریده شدن. نه پیش خلقتی بود و نه ازدواجی که بیانگر طبیعت روحانی اونهاست. نظریه سوم پسران خدا در پیدایش 6 رو فرشتگان میدونه، چون که خداوند در ارتباط با ایمانداران در آسمان فرموده در روز رستاخیز کسی نه زن میگیرد و نه شوهر میکند، بلکه همه در آن عالم مانند فرشتگان آسمانی خواهند بود. آیا بر روی زمین این امکان وجود داره که فرشتگان بدن انسانی بپوشن و به مردم ظاهر بشن؟ بله، یک مرتبه وقتی 2 فرشته همراه با خداوند جلوی چادر ابراهیم ظاهر شدند و با او غذا خوردن. اونها در جسم انسانی بودند، چون خوردن یک عمل بیولوژیکی در بدن انسانه. پس نظریه سوم میگه فرشتگان جسم پوشیدند، با دختران آدمیان ازدواج کردند و در نتیجه پیوند این 2 جنس نسلی قوی هیکل به وجود اومد. نسل عجیبی که میخواستن نقشه خدا بر روی زمین رو خراب کنن. پس خدا تمامی خلقت رو داوری کرد به جز خانواده نوح که با او سوار کشتی شدن. پیدایش فصل 6 بهترین توضیح برای 2 بخش از کلام خداست درباره فرشتگانی که از حدشون عبور کرده و گناه کردن، یعنی دوم پتروس 2 و نامه یهودا. این فرشتگان مقام والای خودشون رو حفظ نکردن و تحت ظلمت و در زنجیرهای ابدی هستن. هیچ بخش دیگه ای از کلام خدا نمیتونه دوم پتروس 2 و نامه یهودا رو توضیح بده به جز پیدایش 6. به همین دلیله که واژه قوی هیکل در ترجمه مژده و یا واژه جبار در ترجمه قدیم تنها به معنای ظالم و متجاوز نیست، بلکه همچنین به معنای غول‌پیکر و بلند قامته. این واژه در ترجمه اصلی نفیلیمه که در کتاب اعداد برای عمالیقیان هم به کار رفته. میدونیم عمالیقیان قومی بودند که از انسانهای معمولی از قامت بلندتری برخوردار بودند. پس نویسنده در پیدایش فصل 6 میخواد بگه نتیجه ازدواج پسران خدا با دختران آدمیان یک نسل متفاوت قوی هیکل بود که باعث شدن خدا دنیا رو با طوفان داوری کنه. ما 3 نظریه موجود رو به شما معرفی کردیم تا اونها رو در نور کتاب مقدس بررسی کنید. تا دیداری دوباره در قسمت بعد، خدا با شما.